مقام في الذرى صعب المنال، بلوغ رقيه شبه المحال، رافع دون رفعته الثريا، ودون بهائه بدر الكمال. مقام في الذرى صعب المنال، بلوغ رقيه شبه المحال، رافع دون رفعته الثريا، ودون بهائه بدر الكمال. له آل النبي الغر نالوا، فآل المصطفى أكرم بآله، ميامين عمالقة عظام، بدين محمد بالغ المعالي. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. خدمت همه بینندگان عزیز و گرامی، السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. همه شما بزرگواران را به برنامه الگوهای هدایت خوش آمدید میگویم. در جلسه گذشته پیرامون شخصیت سیدنا عثمان بن عفان مقدمتا اشاره داشتیم و الان پیرامون که در جلسه دوم هست، پیرامون تولد سیدنا عثمان و همچنین نام و نسب و پیرامون خانواده سیدنا عثمان بن عفان به طور خلاصه و فشرده به توفیق الله سبحانه و تعالی بیان خواهیم نمود. سیدنا عثمان رضی الله عنه خلیفه سوم اسلام در مکه مکرمه 6 سال بعد از عام الفیل به دنیا تشریف آوردن، به دنیا چشم گشودن، به دنیا آمدن. اگرچه بعضی گفتن که سیدنا عثمان بن عفان در طائف تولد شدن، ولی قول صحیح و راجح این هست که در مکه مکرمه 5 سال از نبی کریم صلی الله علیه و سلم سیدنا عثمان بن عفان کوچکتر بودن. به اصطلاح من و شما سننا پایین تر بود. سیمای خلقی یا صفات خلقی سیدنا عثمان بن عفان، سیدنا عثمان اگر بخواهیم سیمای خلقی و یا خلقی این شخصیت و ابرمرد و شخصیت بزرگ اسلام، خلیفه سوم اسلام عثمان بن عفان را با این 1 جلسه و 2 جلسه بیان کنیم، ما در حقیقت حق این مطلب را ادا نکردیم. ولی به طور خلاصه و فشرده قبل از اینکه سیمای و یا اوصاف و یا صفت خلقی و یا جسمی سیدنا عثمان بن عفان را بیان کنم، نام مبارک، چون از تولد گفتیم، نام و نسب و کنیه سیدنا عثمان بن عفان و القاب و یا لقب‌های که به سیدنا عثمان بن عفان یا لقبشان چیست. اولا نام مبارک سیدنا عثمان بن عفان واضح است. من و شما میگوییم که عثمان ابن عفان
پدرنا عفان هست که کنیه پدرش این بود که ابوالعاص ابن امیه ابن عبد الشمس ابن عبد مناف ابن قصا ابن کلاب، که نسب سیدنا عثمان ابن عفان خیلی مهمه که نگاه میکنیم از عبد مناف با نسب نبی کریم صلی الله علیه و سلم یک جا می شود. یعنی سیدنا عثمان ابن عفان از لحاظ نسب به عبد مناف که میرسن، نسبشان با نبی کریم صلی الله علیه و سلم یک جا میشه و از یک خانواده قرار میگیرن. آبا و اجداد نبی کریم صلی الله علیه و سلم و عثمان ابن عفان. مادر گرامی سیدنا عثمان ابن عفان اروی بنت کریز بن ربیعه بن حبیب، از اینجا خیلی مهمه که میشه بن عبد الشمس، باز میشه بن عبد مناف ابن قصا. یعنی از طرف مادر هم نسبنا با نسب نبی کریم صلی الله علیه و سلم یک جا می شود. مادر بزرگ سیدنا عثمان ابن عفان کیست؟ به نام ام حکیم البیضاء، دختر عبدالمطلب هست که این ام حکیم به همراه عبدالله که پدر نبی کریم صلی الله علیه و سلم اینها دو قلو بودن. به همین واسطه حضرت عثمان می شود پسر دختر عمه رسول صلی الله علیه و سلم، یا به تعبیر دیگر نواسه و یا نواده عمه رسول صلی الله علیه و سلم. و حضرت رسول صلی الله علیه و سلم با حضرت عثمان چی می شوند؟ پسر دایی، یا به عبارت دیگر پسر مامای مادر حضرت عثمان رضی الله عنه بودن. لحظه وقت نسب سیدنا عثمان ابن عفان از طرف پدر واصل میشه به نبی کریم صلی الله علیه و سلم، از طرف مادر واصل میشه به نبی کریم صلی الله علیه و سلم، از طرف مادر بزرگ وصل میشه به نبی کریم صلی الله علیه و سلم. پدر سیدنا عثمان ابن عفان در جاهلیت فوت میکنن و ایمان و اسلام نصیب پدرشان نمی شود، ولی مادر سیدنا عثمان ابن عفان اسلام میارن. در زمان خلافت سیدنا عثمان ابن عفان از دنیا مسلمان تشریف میبرن و خود سیدنا عثمان ابن عفان به تشییع جنازه مادر خود شرکت دارن. این به طور خلاصه و فشرده پیرامون نام و نسب سیدنا عثمان ابن عفان. کنیه ایشان چی بود؟ قبل از اسلام و بعد از اسلام. قبل از اسلام ایشان را ابو عمرو می گفتن، وقتی صدا می کردن عثمان ابن عفان را ابو عمرو. بعد از اینکه سیدنا عثمان با رقیه، با دختر نبی کریم صلی الله علیه و سلم وقتی ازدواج کرد و الله سبحانه و تعالی ثمره این زندگی را، عبدالله فرزند را برای عثمان ابن عفان عطا فرمود، بعداً مسلمان ها صدا می کردن به نام ابو عبدالله. کنیه سیدنا عثمان قبل از اسلام ابو عمرو و بعد از اینکه عبدالله به دنیا می آید مسلمان ها صدا می کردن ابو عبدالله. پیرامون لقب ایشان وقتی میشنویم و میگوییم عثمان ابن عفان و یا عثمان ذی-النورین، سیدنا عثمان ملقب هست به ذی-النورین، صاحب دو نور، چون دو جیگرگوشه و یا او
دو نوری که به نام رقیه و به نام کلثوم، این دو دخت نبی کریم صلی الله علیه و سلم در عقد سیدنا عثمان درآمد. به این واسطه این لقب را گرفت که ذی نورین. اگرچه بعضی گفتن که سیدنا عثمان چون در شب تلاوت قرآن زیاد داشتن، خود شب نورانیت خاص دارد و تلاوت قرآن هم نور هست، نور شب و نور تلاوت قرآن را یک جا جمع می کرد، ایشان را ذی نورین می گفتن. ولی قول صحیح و راجح اینه که به خاطر که اول رقیه در عقد سیدنا عثمان بود، از دنیا تشریف برد و بعدا رسول الله کلثوم را دادن، به این واسطه میگوین عثمان ذی نورین، که این لقب در این لقب در جلسه گذشته هم بیان کردیم، سیدنا عثمان در این فضیلت خود اول و آخره. قبل از سیدنا عثمان هم هیچ انسانی دو دختر پیامبر در عقد خود در نیاورده و بعد از او هم نمی شود. پس این خاصه سیدنا عثمان ابن عفان و او هم افضل پیامبران، سید الرسل، نبی کریم صلی الله علیه و سلم. درست است سیدنا علی هم داماد رسول الله بودند، فاطمه الزهرا در خانه سیدنا علی بود و همچنین میتوانیم انبیای دیگر، حضرت موسی علیه السلام هم دختر یک پیامبر در خانه اینا بود. ولی این که یک شخص دو دختر از پیامبر در خانه اش رفته باشه، نه قبل از عثمان تکرار شده و نه بعد از عثمان تکرار می شود. این لقب سیدنا عثمان که ملقب هستند به ذی نورین. پیرامون صفات خلقی و یا جسمی سیدنا عثمان ابن عفان. سیدنا عثمان مرد چارشانه بودن، با موهای زیبا، موهای زیبایی داشتن، صورت زیبایی داشتن. موهای سیدنا عثمان در پیشانیشان ریخته بود. سیدنا عثمان الله سبحانه و تعالی چهره زیبایی به سیدنا عثمان داده بود، چشمان زیبا، بینی زیبا، دهن زیبا. اگرچه همه خلق خدا، همه انسانها را الله سبحانه و تعالی تعریف و توصیف میکنه، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. همه انسانها به بهترین شکل و بهترین قیافه هستند، ولی الله سبحانه و تعالی برای بعضی زیبایی خاص میدهد. یوسف علیه السلام چقدر زیبا بود، نبی کریم صلی الله علیه و سلم چقدر زیبا بودن. به همین ترتیب سیدنا عثمان رضی الله عنه، عثمان ذی نورین، مرد چارشانه بودن، صورت زیبا، چشمان زیبا، بینی زیبا، که در صفات خلقی سیدنا عثمان می آورد که بینی باریک و دراز، ساق پاهای مبارک سیدنا عثمان ابن عفان کلفت، دستان بلند، دهان زیبا و سیمای زیبا، سفید پوست، و بعضی هم گفتن که رنگ سیدنا عثمان ابن عفان گندومی بود. این به طور خلاصه و فشرده پیرامون نام و نسب و همچنین کنیه و لقب سیدنا عثمان و همچنین پیرامون صفات خلقی سیدنا عثمان ابن عفان. حالا پیرامون خانواده سیدنا عثمان. سیدنا عثمان چند همسر داشتن، چند اولاد داشتن و همسرانشان چگونه و با ترتیب اول کی بود و چگونه بود و چند اولاد بود، انشاءالله پیرامون خانواده سیدنا عثمان ابن عفان.
پیرامون خانواده عثمان بن عفان بعد از یک میان برنامه کوتاه انشاءالله بیان می شود. با ما باشید. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. به یقین الله از مؤمنان که در زیر درخت با تو بیعت کردند راضی شده است. او از آنچه در دلهایشان میگذشت آگاه بود. پس آرامش را بر آنان نازل کرد و پیروزی نزدیکی به آنان پاداش داد. مجددا خدمت همه شما بزرگواران السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. قبل از میان برنامه پیرامون تولد سیدنا عثمان بن عفان، نام و نسب و کنیه و لقب سیدنا عثمان بن عفان و همچنین به طور خلاصه و فشرده پیرامون صفات خلقی سیدنا عثمان بن عفان اشاره شد. خانواده سیدنا عثمان بن عفان، سیدنا عثمان رضی الله عنه همه ازدواج ایشان یا همه ازدواجهای ایشان در وقتی که اسلام آورده بودن، یعنی همه در اسلام بود. ابتدای ازدواج ایشان با رقیه هست و انتهای ازدواج ایشان که وقتی از دنیا تشریف میبرن نائله هست. سیدنا عثمان رضی الله تعالی عنه 8 همسر داشتن. این نبود که در یک وقت، چون قرآن عظیم الشان اشاره میکنه و برای هر مردی در یک زمان 4 زن جایزه، ولی وقتی میگیم سیدنا عثمان 8 ازدواج داشتن، 8 همسر داشتن، یا دیگر صحابه به همین ترتیب هر کدام اینها یک همسر که فوت میکرد همسر دیگری در عقد و یا در نکاح ایشان می آمد. سیدنا عثمان رضی الله عنه با 8 ازدواج و همه ازدواج های سیدنا عثمان گفتیم که بعد از اسلام آوردن ایشان صورت میگیره. به ترتیب همسران سیدنا عثمان ابن عفان را بیان میکنیم. با اولین زنی که سیدنا عثمان ابن عفان ازدواج میکند حضرت رقیه دختر نبی کریم صلی الله علیه و سلم هست. سیدنا عثمان با حضرت رقیه ازدواج میکنن و ثمره ازدواج ایشان عبدالله می شود که انشاءالله پیرامون ازدواج سیدنا عثمان با رقیه و ام کلثوم اگر در این برنامه وقت به ما نشد، به برنامه بعدی، به جلسه بعدی انشاءالله بیشترتر صحبت می کنیم نسبت به چگونه ازدواج و به چی ترتیب ازدواج صورت گرفت. فقط حالا به طور خلاصه و فشرده همسران سیدنا عثمان بن عفان. رقیه دختر نبی کریم صلی الله علیه و سلم و ثمره زندگی یک اولاد به نام عبدالله که عبدالله هم 4 ساله می شود. بعد یک مرغی چشم عبدالله را با اون
منقار خود با اون نول خود میزند و از اثر اون درد تا 2 سال دیگه هم عبدالله درد میکشه و در سن 6 سالگی از دنیا تشریف میبرن. وقتی که رقیه از دنیا میروند، همسر دوم عثمان ابن عفان ام کلثوم باز هم دختر رسول صلی الله علیه و سلم. سوم به نام فاخته دختر غزوان که از این هم فرزند الله سبحانه و تعالی به ایشان عطا میکنه به نام عبدالله که آن را عبدالله اصغر میگویند. چهارم ام عمرو دختر جندب ازدی که ثمره این ازدواج الله سبحانه و تعالی اولادهای عطا میکنه به نام عمرو، به نام خالد و ابان و عمر و مریم. پنجم از همسران عثمان ابن عفان گفتیم که به ترتیب بیان میکنیم، فاطمه دختر ولید ابن عبدالشمس ابن مغیر مخزومی که از این هم چندین اولاد الله سبحانه و تعالی عطا میکنه به نام ولید و سعید و ام سعد که اینها فرزندان سیدنا عثمان ابن عفان هستند. ششم ام بنین دختر عیینه بن حسین الفزاری. وقتی با این ازدواج میکنن سیدنا عثمان، ثمره این ازدواج فرزند میشه به نام عبدالملک که فرزند سیدنا عثمان ابن عفان هست. هفتم به نام رمله دختر شیبه ابن ربیعه که سیدنا عثمان با این ازدواج میکنن و از این هم الله سبحانه و تعالی به نام عایشه و ام ابان و ام عمرو الله سبحانه و تعالی به اینها اولاد عطا میکنه. و همسر اخیر یا آخرین همسر سیدنا عثمان ابن عفان که این همسر در عقد سیدنا عثمان هست و سیدنا عثمان از دنیا تشریف میبرن و جام شهادت را می نوشن به نام نائله دختر فرافسه کلبی که قبل از زفاف، قبل از عروسی و قبل از زفاف از مسیحیت برمیگرده و به دین مبین اسلام مشرف میشه و این همسر اخیر یا آخرین همسر سیدنا عثمان ابن عفان هست. این به طور ترتیب و یا به همان ابتدا و انتهای ازدواج های سیدنا عثمان ابن عفان یا میتونیم بگیم که خانواده سیدنا عثمان ابن عفان که ثمره و نتیجه مجموعاً از ابتدا تا انتها 8 همسر و ثمره و نتیجه این ازدواج ها 9 پسر و 5 دختر ثمره و زندگی سیدنا عثمان ابن عفان. امیدواریم که الله سبحانه و تعالی بر ما توفیق بده که این شخصیت ها و این بزرگان و اینها هر کدام ما بفهمیم و بشناسیم که از جمله فرزندان سیدنا عثمان ابن عفان یک نمونه فقط اشاره می کنم، شخصیت ابان فقیه هست، یک دانشمند هست، از فقهای بزرگ هست. فرزندان سیدنا عثمان ابن عفان وقتی نگاه می کنیم هر کدام اینها و بالآخر خدمات ایشان در دین و در اسلام و هر کدام به عنوان امیر و به عنوان سرباز دین و خادم دین زندگی می کنند. باز هم اشاره می کنم این بود به طور خلاصه و فشرده تولد و نام و نسب و لقب و کنیه و صفت خلقی و همچنین خانواده سیدنا
عثمان بن عفان. حالا پیرامون جایگاه سیدنا عثمان قبل از اسلام. سیدنا عثمان قبل از اسلام دارای چی جایگاهی بودن؟ در دوران جاهلیت چگونه زندگی داشتن؟ چگونه نام داشتن؟ چگونه نشانه داشتن؟ مردم دوران جاهلیت با چگونه دیدی طرف سیدنا عثمان نگاه می کرد؟ آیا سیدنا عثمان وقتی که ما این شخصیت ها را می بینیم که الله سبحانه و تعالی یکی را مثل سیدنا ابوبکر صدیق نمره اول قرار میگیره، فاروق اعظم، عمر فاروق دوم نمره میشه، عثمان ذی نورین سوم نمره هست، نگاه میکنیم که الله سبحانه و تعالی با اینها چنان عقل و فکر و خرد و اندیشه داده بود که در دوران جاهلیت هم که همه انسانها غرق جهالت شده بودن، غرق گناه و معصیت شده بودن، غرق ظلم و ستم و بیعدالتی شده بودن، ولی اینها از عقل سلیم و سالم خود درست استفاده می کردن. جایگاه سیدنا عثمان قبل از اسلام انشاءالله به برنامه بعد بیان میشه. پروردگار عالم برای ما توفیق بده که راه این بزرگان را که الله میفرماید فین آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، اگر ایمان شما مثل ایمان صحابه شد شما هدایت میشوید. اگر راه شما راه صحابه شد، اگر راه شما راه عثمان ذی النورین شد، اگر راه شما راه عثمان ابن عفان شد، شما هدایت میشوید، شما خوشبخت دنیا و آخرت میشوید. اما اگر از صحابه روگشتاندید و پشت به طرف صحابه کردید، این را بدان که شما در شقاق و در شقاوت و در بدبختی میافتید. پس ادامه بحث ما پیرامون جایگاه سیدنا عثمان قبل از اسلام انشاءالله به جلسه بعد بیان می شود. تا برنامه بعد همه شما را به خداوند کریم و رحیم می سپارم. والسلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. مقام في الذرى صعب المنال، بلوغ رقيه شبه المحال، رافع دون رفعته الثريا، ودون بهائه بدر الكمال. مقام في الذرى صعب المنال، بلوغ رقيه شبه المحال، رفيع دون رفعته الثريا، ودون بهائه بدر الكمال. له آل النبي الغر نالوا، فآل المصطفى أكرم بآله.